بچه‌ها، خوش آمدید به این ویدیو جدید من. امروز اومدیم با چالشی که چون من لبو ندارم میخوایم بفهمیم از اینترنت که لبوبو مثلا اولا لبوبو میخوایم بفهمیم شیطانیه، دوما میخوایم ببینیم از کدوم شیطانه، سوما میخوایم بفهمیم خوشسالی میاره یا نه. فقط قبلش لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ ویدیو. لتس بچه‌ها ببینید، من اول میخوام خودم بگم که این عروسک‌های لبو مثلا کوکولایشون هست، ناگهان بعدش اینجوری اومده رو شابه، ناگهان اینجوری لبو میخوام براتون توضیح بدم. اولا بله، اینا یه شیطانی دارن که اگه برید سرچ کنید چون نمیذاره ویدیو بگیریم، باشه اشکال نداره، سرچ میکنیم. مرسی دقیقه. که بچه ها ببینیم این شیطانی رو میاره که مثلا نگاه کنید اینه لبو پازوزو، اینه همه ویدیو هم در موردش هست. حالا اینه موجود افسانه و بچه ها گزینه سوم ما غلطه و بار دوم دارم میگم لایک و سابسکرایب فراموش نشه. بچه ها خلاصه از من گفتم بود گزینه سوم به نظر من که این به خاطر خالی شدن آب سد و اینقدر آب سد، به خاطر خالی شدن آب سد و اینا، این گوگل هم حتی خودش هم نمیتونه. اما من آخه اینقدر تحقیق کردم، به نظر من خوشسالی از سری همین لبو از وقتی که اومد فقط داره خوشسالی. و بچه ها هر سه گزینمون درست بود. خدا حافظ.